سلام دوستان خوش آمدید به آموزش جدید حزب اکانت تلگرام یعنی تلگرام ملګرو ښه راغلاست. دا دی هم آموزش د اکانت تلگرام راشئ گوگل ته دوستای گل بیاین گوگل ملګرو دا دی راشئ گل اینجا گوگل آمدید گوگل ته دوستای گل بیاین گوگل اینجا بنویسید حزب دلیت اکانت اینجا بنویسید دلیت اکانت تلگرام ملګرو دا ته ولیکئ دلیت اکانت تلگرام دوستای گل این اول بزنید ملګرو دا اول ووایئ. خب دوستای گل اول زدیم. اینجا باید شماره را همراه کد کشور رو بزنیم ملګرو دلته نمبر همراه کد کشور ووایئ. خب دوستای گل من همراه کد کشور 98 زدم. اینجا مثلا شماره را بنویسم ملګرو دلته شماره ولیکئ کد کشور سره. خب دوستا شماره را نوشته کردیم بعد بزنیم بعدی زدیم ملګرو بعدی ووایئ. اینا دوستای گل کد فرستاد به همون شماره داخل تلگرام من ملګرو کد ولیکل در تلگرام همغه نمبر ته دوستای گل اینو کاپی کنیم. اینو کدش است ملګرو دغه کد دی. دوستای گل اینجا می همون کد کاپی کنید اونجا بزنید ملګرو دا کد دی کاپی کړئ هلته وایئ چې تاسو تلگرام اکانت پاک سی همیشه لپاره بیا یې کولی شئ نوی فعال کړئ. دوستای گل اینجا بزنیم و بعدی بزنیم ملګرو دلته وای بعدی. دوستای گل انگلیسی باشه یا فارسی باشه اینجا دوهم انتخاب کنین ملګرو انگلیسی وی که فارسی وی دوهم انتخاب کنین انتخاب کړئ. دوستای گل اینو پایینی بزنیم اینجا میگه چیزی بنویسید خو نمینویسیم همینو میزنیم ملګرو بیا اول وای. دوستای گل بعدش هم اول بزنید. این حساب اینجا نوشته کرده حساب شما با موافقت حزب شد ملګرو داده دلته لیکلی چې تاسو ټلګرام حزب شوی نه. دوستای گل حزب شد ملګرو هغه ټلګرام کانال مو حزب شو دا د نوی همغه نمبر باندې بیرته جوړ کم. دوستای گل نو جدید درستش کنیم میتونیم شماره مجازی رو باتا بریم داخل دوباره اینجا هر نامش شو نوشته کردید نوشته کنید ملګرو دلته یو بل نمبر کې او هغه باندې دغه د نوې فعال سو هغه ټول شیان پاک شو. دوستای گل اینو ببینید ما میرم مثلا شماره مجازی اینجا بیاید ملګرو دلته وای راسئ د تنظیمات. دوستای گل تنظیمات بیاین اینجا هم نام کاربر انتخاب کنین. دوستای گل نام کاربر یک چیز دیگه انتخاب کنین ملګرو دلته یو بل نوې شی انتخاب کنین نام کاربر. دوستای گل اینو ببینید ما بیایم مثلا همون ربات استفاده کرده بودم این ربات برای شماره مجازی این ربات هم همستر هست. این دوتا را من انتخاب کرده بودم این ربات شماره مجازی انتخاب کرده بودم دوباره انتخاب کردم دوباره به ما اونجا پول میدم. دوستای گل همینجوری کل شماره تان دلتکن کنین و بیاین اینجا این دوستای گل یک نفر دیگه اضافه شد به این ربات شماره مجازی بگیریم. همینجوری چند دفعه دلیت اکانت بزنیم دوباره فعالش کنیم شماره مجازی میگیریم. دوستای گل این ربات همستر هم همینجوری میتونیم به همینم 15 نفر آوردم اینجا مثلا 25,000 سکه میده و هر نفر اینجا کارت ها این چیزا را باز میشه. دوستای گل مثلا ببینید ما لینکشو کشیدم اینم ربات همستر هست. دوستای گل هم اینم میشه که دلیت اکانت زدی دوباره اکانت جدید درست کردی و داخلش بری یک نفر اضافه میشه 25,000 هم میده برای. دوستای گل هم اینم آموزش یوتیوب را سابسکرایب لایک کنین ملګرو دغه دی هم ټول ځای لپاره لکه نوی اکانت غوندې کار کوي او تاسو هم لایک سابسکرایب وکړئ. دوستای گل لایک سابسکرایب کنین. نه دوستای گل هم ببینید اینجا هم یک نفر ما اضافه شد ملګرو دلته بیا وګورئ چې نفر بعد سکه اضافه شد بیرته د کان وای بیا همدغسې نفر سکه هم درکې بل اکانت جوړ کړئ نفر هم. دوستای گل